سلام، ژینوس هستم و خیاطی ژینا در خدمتتونم. امروز می‌خوایم در مورد وتاژ یا خمیدگی پشت یا قوز پشت صحبت کنیم که این مشکل رو توی الگو باید حل کنیم و برش بزنیم. ببینید، موقعی که ما میخوایم یه اندازه‌های شخصی رو بگیریم حتما باید دقت کنیم که اندام طرف چه خصوصیاتی داره. اگر قوز پشت داشته باشه، بازوی چاقی داشته باشه، شکم بیش از حد برجسته داشته باشه، تمام اینا رو باید یادداشت کنیم. اگر کسی قوز پشت داشته باشه، معمولا لباس به سمت میکشه به سمت بالا، قسمت پشت کوتاه میشه و همینطور که قسمت پشت کوتاه میشه ممکنه قسمت جلو هم بکشه به سمت پایین و قسمت جلو یکم بلند بشه. معمولا قسمت جلو کمتر بلند میشه، مثلا ممکنه 1-2 سانتی قسمت جلو بلند بشه و پشت بین 3 تا 5 سانت کوتاه بشه. حالا این مشکل رو ما اول میخوام روی الگوی پشت حل کنیم. ببینید روی الگوی پشت، حالا الان این مولر من اینجا پنس حلقه هم داشتیم، پنسش رو بستم. حالا میخوایم خط و علامت بزنیم و یه مقدار به این قسمت پشت اضافه کنیم. خب برای مشخص کردن جایی رو که ما میخوایم حالا یه خطی بکشیم و اضافه بدیم، بهتره که این خط دقیقاً جایی باشه که اون قوز قرار داره. شما از مهره پشت میتونید مهره پشت روی بدن شخص این متر رو بذارین و ببینید که دقیقاً تا کجا اون قوز روی کدوم قسمت علامت بزنین روی مهره پشت گردن. از اونجا این خط رو بکشین، علامت بزنین و این خط رو یه خطی گونیا کنین به حلقه. اگر که حالا اونطوری اندازه بگیرین خیلی اندازه‌تون دقیق‌تر میشه و جایی که ما اون اضافه رو میدیم جای بهتریه. ولی اگر که حالا اونطوری نخواستیم میتونیم همین جایی که پنس بود رو امتداد بدیم تا آخر، یا این فاصله رو نصف کنیم و یک خط بکشیم و این خط رو برش بزنیم. حالا الان من این خط رو اندازه‌ای که خودم میخوام بزنم، اینجا رو من اندازه میزنم و اینو به صورت یه خط صاف وصل میکنین به حلقه. یعنی این حالت گونیا میشه. این خط باید با این خط موازی باشه. خب این خط رو به صورت موازی با خط سینه کشیدیم. حالا میایم این سرشونه رو نصف میکنیم. ببینید اندازه سرشونه هر مقداری هست نصف میکنم و با یه خط صاف به نوک پنس وصل میکنم. نوک پنسی که ما این پایین داشتیم که دقیقاً به اینجا بیاد. حالا اینو ما قیچی میزنیم تا نزدیک آخرای حلقه. ما میتونیم این خط رو قیچی بزنیم، یعنی اینو از بالا قیچی میزنیم و یه پنس اینجا تشکیل میشه. ببینید الان من اینو از بالا قیچی میزنم، اینم تا پایین نمیاد. خب حالا اینجا رو میذارم روی خط صاف، این خط بالا رو. این خط پایین که هست، این خط بالا رو اگر که حالا شما خط صاف، الان صفحه من خط صاف داره، روی خط صاف میذارم و اینجا به صورت یه پنس تشکیل میشه. ببینید به این حاله. حالا اگر که شما کسی یه قوز پشت زیاد داشته باشه، خیلی خوبه که این پنس به همین حالت روی سرشونه دوخته بشه. اگر دوخته بشه خیلی بهتر قرار میگیره. یا دوخته بشه یا اینکه اینو به صورت یک دونه برش قرار بدین و یه برشه، مثلا برشی از سرشونه داشته باشین برای این کار. اگر این دوتا کار انجام بشه خیلی بهتر قرار میگیره و مشکل خیلی بهتر حل میشه. اگر نه که نخواستین و مقدار این پنس هم مقداری بود که دیگه میتونستین از این سرشونه کم کنین، اگر مقدارش مثلا 2 تا 3 سانت باشه، میتونین این مقدار رو از نوک سرشونه بدین داخل و به این حالت اصلاح کنین. اگر موقعی که دارین اصلاح میکنین باید ببینین که دیگه این نوک سرشونه خیلی به سمت داخل نره، چون این حلقتون بد فرم قرار میگیره. الان اینجا رو من این مقدار رو، یعنی حالت 2 سانتو که اینجا اضافه بدم، حالا میچسبونم رو کاغذ، میتونیم به اینجا هم انتقال بدیم. خب من یه کاغذ این زیر میچسبونم و این خطوط کاملا مشخص میشه.
مقداری که میخوام باز بشه رو اینجا علامت میزنم و این روی خط بالایی میچسبونم. خب ببینیم به این حالت شد. الان یه پنس اینجا داریم که میشه به صورت پنس بدوزین. اگر به صورت پنس نخواستین به صورت برش بدین، اگر نه پنس خواستین نه برش. این مقدار اگر خیلی زیاد نبود میتونین از سرشونه ردش کنین، از نوک سرشونه. الان این مقدار رو ببینین من علامت میزنم اینجا این خط میشه. حالا اینو با یک خط به این وصل میکنم. در صورتی میشه که همش رو از اینجا کم کنین که این سرشونه خیلی داخل نره. ببینید ما میگیم سرشونه نباید کوچیکتر از کارور باشه. اگه این خیلی بره داخل بعد زشت میشه. تقریبا به همین حالتی که این بیاد یه خط صاف بالا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب الان اینو من قیچی میزنم و این سرشونه به این حالت اصلاح میشه. اینطوری اضافهش گرفته میشه. الان یه اضافه ای رو ما به قسمت پشت دادیم و این مشکل برطرف شد. حالا اگر که این مقداری که اینجا شما اختلافی که داریم برای قسمت پشت خیلی زیاد باشه، اون وقتی که این عوضمانایی که اینجا میدید ممکنه خیلی زیاد باشه، میتونین 2 یا 3 تا خط بدین اینجا رو و باز کنین. اگر اینطوری باشه این خطتون حتما کج میشه و دیگه مجبورین که قسمت پشت رو روی دلای باز قرار بدین، چون دیگه نمیشه هیچ جوری از این ور اون ور کم کرد. اگر اختلاف خیلی زیاد باشه بهتره که قسمت پشت رو روی دلای باز قرار بدین تا کامل این قسمت گرفته بشه و بهتر است. خب این برای قسمت پشت. حالا میریم سراغ قسمت جلو. برای قسمت جلو هم ما گفتیم که قسمت جلو یه مقدار کوتاه میشه چون سر خم میشه به سمت پایین و قسمت جلوی که هم کوتاه میشه. یه مقدار چینایی ممکنه توی قسمت بالا تنه بیفته و این اضافه داشته باشه، یعنی بالا تنه. ما اینو باید از این قسمت کم کنیم. چی کار میکنیم؟ میایم از نقطه سر پنسمون، یعنی جایی که مرکز سینه است، یه خط عمود میکنیم به خط وسط جلو، به CF جلو. یه خطم از همینجا میزنیم به حلقه، به همین گودی حلقه یه خط کج میزنیم. حالا این خط قرمز رو من برش میزنم. اینو کامل برش میزنم و این خط پنسمونم، یعنی خط کناری که سمت حلقه هم هست، برش میزنم و این کلن الگومون به 3 قسمت تقسیم میشه. خب حالا قسمت جلومون 1 تا 2 سانت ممکنه اضافه داشته باشه. اون مقدار اضافه رو الان من اگر 2 سانت میخوام بیام، این 2 سانت رو این پایین علامت میزنم و اینو میارم و پایین تر میچسبونم. ببینید الان یه مقدار میارم رو همون مقداری که میخوایم. اگر 2 سانت اضافه است 2 سانت میاریم و کامل. فقط ببینید که حتما این خط جلو روی خط صاف باشه. اینو میاریم و پایین میچسبونیم. ببینید این قسمت بالایی حلقه رو میاریم صاف میذاریم روی همین خط. دقیقا روی این خط به همین مماس میکنیم و یه مقدار از پنس حلقه کم میشه. ببینید الان پنس حلقه اینجاست، یه مقدار میاد روش. اینو دقیقا روی همین میذاریم، میچسبونیم. پنس حلقمون همون مقداری که هست دیگه میدوزیم. اگر این قسمت به هم نرسیده کم نمی کنم که بیام این قسمت رو کم کنم، چون ممکنه کم بیاد توی کار رو. پس این اضافه میکنم به این قسمت بالایی، یه کاغذ میچسبونم و اینو اضافه میکنم. خب با این کار اینم اصلاح میشه، قسمت جلو هم اصلاح میشه، یه مقدار کوتاه‌تر میشه. خب اینم از اصلاح این 2 تا الگوی جلو و پشت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که لایک میکنین. خیلی دوستتون دارم.